سلام، شیوا محمدی هستم، بازیگر تئاتر، سینما. سلام، خانم شیوا محمدی در اولین قسمت از برنامه‌مون شرکت کردن، افتخار دادن و اینکه امیدواریم گفتگومون یک مسیر خوبی بره و مفید باشه. از کی شروع کردید بازیگری؟ از کی میتونم بگم 14-15 سال. از این که بازیگری رو شروع کردید و تا اینجای کار راضی هستید؟ از چه نظر؟ خب این مسیر چجوری بوده تا الان؟ اگه برمیگشتید به 14 سال قبل شروع می‌کردید؟ شروع که میکردم چون که علاقه دارم. یه چیزیه که ذهن، روح آروم میشه و مسیر سختیه، مخصوصا توی شیراز. کلاسای تئاتر رفتم، بازیگری رفتم. گفتید که اگه برگردید به 14 سال قبل بازیگری شروع می‌کردید دوباره؟ آره، قطعا شروع میکردم. بعد الان مسیر همه چی اوکیه؟ پروژه توی شیراز، من بازیگرم، نمیتونم برم پروژه به زور بردارم، اونا باید منو انتخاب کنن. پروژه هست ولی خب آخر این پروژه که داشتید چی بود؟ تئاتر. تئاتر بیشتر یا سینما؟ دوتاش. اگه بگن یکیش چی؟ شاید تئاتر. واقعا؟ فکر نمی‌کردم. یعنی اگر بگن سینما یا تئاتر انتخاب میکنی؟ آره. مگه شروع با سینما نبوده؟ شروع چرا با سینما بوده، ولی خب تئاتر رو خیلی دوست دارم. دوتاشو دوست دارم ولی اگه مثلا دوتا همزمان پیشنهاد داشته باشم تئاتر رو انتخاب میکنم. چه جالب. خب آخرین فیلمی که کار کردید؟ فیلم کی بود؟ شاید 1 ماه پیش، 2 ماه پیش. بر جشنواره. بازیگری چه تأثیری تو شخصیت خودت داشته؟ اینکه چه اتفاق خوبی در زندگیت افتاده که میگی خب من اگر شغلم بازیگری نبود میتونست اینجوری پیش نره؟ چه اتفاقای خوبی تو زندگیت رقم خورده؟ خب یعنی میگی چه سودی برام داشته؟ چه سودی داشته؟ هیچ سودی برام نداشته واقعا. اون اوایل که شروع کرده بودی من فکر میکنم که پروژه‌های خیلی خوبی داشتی. بعد از اون یه مدتی کم کار شدی، چرا؟ اولش که با کلاس شروع کردم، یعنی کلاس ها رو رفتم، بعد پروژه فیلم. بعد از فکر کنم 1-2 سال که پروژه فیلم تموم شدن تئاتر رفتم و بعدش دانشگاه، که دانشگاه بخوام بگم مثلا چه رشته هایی بودم و چی شد و اینا خیلی پیچیدن. بگو چه رشته بوده؟ رشته دبیرستانم گرافیک بودم، بعد دانشگاه اومدم همون گرافیک بودم، بعد دیدم داره سرکله لپتاپ و کار با سیستم و این چیزاست، فراری بودی؟ گفتم خیلی خوب اینو بذارم کنار، من کار هنری دوست دارم با دست و این چیزا، اجرایی. آره. رفتم رشته نقاشی رفتم. اون موقع اون دانشگاهی که من میرفتم سینما و این جور چیزا نداشت. رفتم نقاشی که رفتم همجور رفتیم ازدواج کردم، یعنی از شیراز کلا رفتیم و چون که من علاقه به بازیگری و اینا داشتم دوباره برگشتم اینجا، یعنی تنها. خونم مثلا یه شهر دیگه بود، خودم تنها بلند می‌شدم میومدم شیراز کلاس بازیگری، تئاتر، اینجور چیزا. این همسرم نبود. بعد دیدیم فایده نداره، 3 ماه 4 ماه من اینجا بودم دیگه، کلا خونه رو برداشتیم آوردیم اینجا شیراز و همون دانشگاهی که میرفتم کارگردانی و فیلمسازی داشت. یعنی اون موقعی که دیگه من
اومدم شیراز. رفتم دوباره تغییر رشته دادم، کارگردانی و این چیزا خوندم. بعدش دیگه کرونا اومد. ولی خب چون که آنلاین بود بازم دوست نداشتم، یعنی کامل ادامش ندادم دیگه. اون قسمتی که میگه من کار نکردم، یعنی همه اینا کار کردم، پروژه دیگه. گوش دادن چه سخته؟ مجری‌ها چجوری گوش میدن؟ سخته؟ آره. اینکه بازیگری چی داشت که یعنی اولش که شروع کردی معیارت برای انتخابت چی بوده؟ برای دیده شدن بوده، شهرت بوده، نمیدونم رها شدن بوده، هر چی بوده چی بوده؟ نه میدونی چی شد؟ من خواهر کوچیک‌تر از خودم، 1 سال کوچیک‌تر از خودم، اینجوری بود که مثلا هر فیلمی میدید میومد مینشست اتود میزد خودش، مثلا میومد ادای فلانی و فلان بازیگر رو در می آورد، مینشست گریه میکرد. بعد من اینجور نگاهش میکردم، گفتم داره چیکار میکنه؟ مثلا هنوز آشنایی نداشتم، مثلا دوست نداشتم، میلی نداشتم، گفتم چیکار میکنه؟ بعد خودم تقلید کردم، خودم مثلا انجام دادم فلان، گفتم ای چه باحاله، چه خوبه، دوست دارم. یعنی یه چیزایی دیدم که گفتم اوکی شاید تو بتونی، برو کلاساشو شروع کن. تا حتی موقعی که من رفتم کلاس و پروژه اینا و خواهرم در من گفت من داشتم اتود میزدم، تو رفتی مثلا شروع کردی و بازیگری و این چیزا. یعنی از اینجا شروع شد مسیر من. خب بعد از اون چند تا فیلم کار کردی؟ بعد از اگه دوست داشتی راجع به اسمشون هم بگی اوکی، ولی که چند تا فیلم کار کردی از اون تایمی که شروع کردی از کلاس‌ها تا زمانی که دیگه خودت به عنوان یه بازیگر قبول کردی که کارت اینه واقعا؟ فیلم بلند بوده، قرار بود تو تلویزیون پخش بشه که نشد. فیلم سینمایی بوده که پخش شد و 3-4 تا جشنواره بود. تئاتر خیابونی بود. اون اوایل بزرگترین چالشت برای خب به هر حال از یک شخصیت معمولی عادی میخوای یک حرفه رو شروع کنی که بیشتر درگیری احساسی داره و یه خورده باید به لحاظ درونی تغییر کنی، اون موقع بزرگترین چالشت چی بود؟ خب اوایل چرا برام راحت بود، نه که راحت بود برام، میپذیرفتم. شاید مثلا هنوز به درجه حرفه‌ای بودن شاید نرسیده بودم، مثلا اینجور بود که مثلا گفتن فلان جا این کار رو انجام بده، اینا راحت انجام میدادم و تمام. یه صحنه‌ای بود که مثلا نمیتونستم به زور و فلان و اینا حتی، ولی الان جوریم که یه نقشی رو بهم میدن 1 ماه زمان میبره تا من از نقشه بیام بیرون. شاید بد باشه واسه روح خودم، یعنی اینجوریم که سر فیلم برداری 1 ماه 2 ماه پیش نقشه که به من دادن یک دختر افسرده بودم، تا 1 ماه من تو خونه افسرده بودم که بعد از 1 ماه کارگردان منو دید گفت تو هنوز تو نقشتی، بیا بیرون. که چقدر من به خودم اومدم، چقدر یعنی اینجوریه سخته برام تا بخوام از نقشه بیام بیرون. خب تمرینی چیزی هست که این کارو بکنی؟ مدیتیشن. فقط با مدیتیشن؟ این برام اوکی بود. جواب. خب برای به نقش رسیدن چقدر زمان میبره؟ زمان تئاتر یا فیلم؟ کاراکتر، حالا هر چیزی که باشه، تئاتر یا فیلم. خب. ولی مثلا فکر کن میخوای یک چیزی رو درک کنی و بهش برسی. مثلا من خودم خیلی دیر نمایشنامه فیلمنامه رو بخونیم، سوالاتی که هست بپرسیم از کارگردان و نقشه رو قشنگ بهمون بفهمونه در میاد. ولی اگه نفهمونه بهمون و خودمون بخوایم پیشو بگیریم 1 زمان میبره. مثلا واسه تئاتر به نظر من 1 زمان میبره، چون هر چه میریم جلوتر یه چیز جدید تو مثلا اون کاراکتر میفهمیم، هی میریم جلو یه چیز جدید کشف میشه. اینجوریه برا من. خب بدترین تجربه که تو این کار تئاتر سینما بوده چجوری بوده؟ مثلا سر یک کاری وسط اجرا خراب بشه، سر یک کاری
یه اتفاقی بیفته که خیلی اعصابت خورد کرده باشه؟ بگو. اسم ببر. نمیبرم. یعنی قبل از اون هیچ اتفاقی نیفتاده بوده هیچ وقت؟ نه، نگاه سختی بوده ولی بعدش برام لذت بخش بوده، یا همون عصبانیت بوده ولی بعدش برام خاطره شده. خب یعنی همون مثلا اون سختی که من کشیدم سر سن تئاتر که براتون بکنم گفتم، مثلا اون درسته من نشستم پاهام سوس شد گریه کردم ولی بعدش متوجه شدم که آها برای خودم بود. خب ببین اون موقع اینو که میگفتی سر اینکه تکرار کنی یک بازی که به قولن ایدئال کارگردان باشه به اون بازی در اومده باشه و چقدر اجازه میدی اون کارگردان فشار بیاره که تا موقعی که در بیاد. خب من هیچ حدی نمیذارم برای کارگردان، اجازه داره من بازیگرم در بیاره اون کار و من دوست دارم این کار. علم اون کارگردان هم مهم هست دیگه. خب مهمه ولی حتما یه چیزی مثلا میدونه که شیوا میتونه اون نقشه رو در بیاره و داره به من فشار میاره چون پیش خودش فکر کرده که من میتونم، پس منم بهش اجازه میدم که اون چیزی که درون من دیده رو شکوفا کنه، جلوشو نمیگیرم. به خاطر همین میگم اگر من اشکم در اومد ولی نتیجه خیلی خوبی داد. یه سوال، تا حالا چند بار مردی؟ یعنی چی؟ چند بار مردی؟ منظورم اینه چند بار تو نقش مردی؟ تا حالا مردی؟ توی نقش؟ نه. به مردن فکر کردی؟ شاید یکی دو بار ولی دوست ندارم اصلا بهش فکر کنم. چرا نه به خاطر خودم ها، به خاطر بچه‌م. خب چرا فرار کنی؟ فرار نمی کنم. خب یه واقعیت دیگه بهش فکر کنی بهتر نیست؟ یعنی خب میدونم واقعیته ولی چون الان بچه‌م کوچیکه دوست ندارم آسیبی به من برسه که اون اذیت بشه. یعنی اگر مثلا من مراقب خودمم بیشتر به خاطر بچه‌مه. مثلا من اون موقع قبل از تیام خیلی شجاع‌تر بودم، خیلی اصلا یه کارایی میکردم ولی الان خیلی احتیاط میکنم، اونم بیشتر به خاطر تیامه. خب ولی مرگ لذت بخشه، خیلی شیرینه. یعنی فکر کردن بهش و پذیرفتنش یه در دیگه ای باز میکنه تو زندگی. خیلی خیلی خوب. الان من نمیخوام بمیرم، چی کارم؟ خب من نمیگم بمیر، میگم که بهش فکر کنی و بپذیری به جای اینکه بهش بخوای فرار کنی. نه فرار نمیکنم. خب مثلا اگر یه نقشی برات بدن که این نقشه آخرش به مرگ و مرگ خودخواسته ختم بشه چی؟ اوکیه. خب مثلا نقشی بوده نمردم ولی با مردنم فرقی نداره. همین تئاتر با مردن فرقی نداره آخرش. یا مثلا همون فیلم با مردن فرقی نداره. یه دختری که اومد اونجا اصلا خیلی یه دختر دلسوز مهربون خوشوبش میکرد و در آخر یه دختر افسرده رفت. اصلا با مردن هیچ فرقی نداشت. اینجوری. نه بخوای عمیقاً این چیز رو بپذیری، یعنی بهش میپذیرم. تجربه بازیگری اگر بخوای برای آدمایی که تازه میخوان شروع کنن یا اینکه علاقه دارن به این حرفه، فکر میکنی پایان خوشی داره؟ یا به نظر من آدم اصلا باید از مسیرش لذت ببره. اینکه تهش چی میشه، من چی میدونم فردا چی میشه، از مسیر لذت ببرن تا بعد. خب یعنی اینکه یعنی اگه دوست دارن شروع کنن. هدف بازیگری چی الان؟ چیزایی که تو فکر میکنی بهش و در طول روز جلوی چشمت میبینی، اون آینده نگریه؟ چیزایی که میبینن کمتر از اسکار بگی دیگه فایده نداره. من اول علاقمه این که مثلا بخوام تو خونه بشینم اذیتم میکنه، این که بخوام بشینم بعد هی بگم نرم سر کار از نه همه کار خودم، حرفه خودم،
اذیتم میکنه، یعنی باید سر کار باشم. یه متنی و شاید مال 10 سال پیشه من نوشتم و روی آینه اتاقم زدم و هر سال که ما جا به جا میشیم هنوز اونجاست، تکونم نخورد و گذاشتمش. حالا چی نوشتم؟ 10 سال 11 سال پیش نوشتم که موفق میشوم، نه فوراً ولی حتما جایزه سیمرغ مال من میشه. ببین بازیگری فکر میکنم اتفاقای عجیبی که باعث تغییر شخصیت، یعنی شخصیت بازیگر میشه و اینکه یه پله خودتو میاری بالا. من خودم تجربهشو کردم، به خاطر این ازت میپرسم آیا برای تو هم این اتفاق افتاده که وسط اجرا اون لحظه، یعنی در یک لحظه برات اتفاق بیفته که تو عمیقاً تو اون شخصیتی، یعنی اون لحظه یادته از این اتفاقات افتاده تو کارات که شخصیت رو پذیرفته باشم، که حین بازی کردن یک لحظه به خودت بیای ببینی چقدر رفتی تو اون کاراکتره. آره، یعنی اینا باید یادت بمونه، اگر آره است باید یادت مونده باشه. خب آره زیاد. عصر جدید خیلی گلایه داری نه؟ بله خیلی. چرا؟ حالا فردا میبینه. میخوای بگی که یخه کیو میتونی الان بگیری؟ میخوای بگیری؟ نه، یقه کسی رو نمیخوام بگیرم، اگه میخواستم بگیرم همون موقع میگرفتم، ولی خب اون موقع مثل الان نبودم. یعنی جوری بودم که اگه یکی میگفت این کار کن گفتم باشه چشم. اینجور نبودم بگم خب نه من میدونم الان بازیگرم اومدم اینجا، بدن و یا اینا مهمه، بذار اجازه بده من این کار رو انجام بدم. ولی من اینجوری بود که مثلا من عصر جدید قبول شدم، بعد یک هفته بعدش به من زنگ زدن که پاشو بیا اونجا جلو 3-4 تا داور دیگه، علی خانی نبود. بعد رفتیم اونجا، یکی از داورای خانم به من گفت که من خانم محمدی رو میخوام بردارم فلان این چیزا. رفتیم دیگه با هم در تماس بودیم. بعد مونولوگ منو کلن عوض کرد، کلن. گفتم اوکی وقت دارم، میتونم میشینم همه چیزا رو در میارم. بعد رفتیم جلو، بعد از 2-3 روز زنگ زدن که بلند شو بیا جلو احسان علی خانی. حالا گفتم با مونولوگ به این زیادی من چجوری الان بیام؟ با نه بلند شو بیا. رفتم 2 شبانه روز من نخوابیدم، مغزم نمیکشید دیگه. رفتیم اونجا، بعد لحظه آخر زنگ زدم به خانومه، گفتم لطفاً میشه من مونولوگ خودمو بگم؟ گفت اوکی. گفتم خب تو که می‌خواستی این کارو کنی از اول میگفتی رو مونولوگ خود. گفت فقط یه کاری کن. گفتم چیکار کنم؟ اگه می‌خوای مونولوگ خودتو کار کنی یه مقوا بذار جلوت، 2 تا رنگ بخر، بشین مونولوگ تو بگو تمام وقت و رنگامیزی کن. مثلا یه درختی بکش، مثلا یه راجع به درخت سیبه یه درخت سیب بکش آخرش هم. بعد من میدونستم این کار اشتباهه، انگار مثلا من اومدم دارم فقط بیان کار میکنم، بازیگر باید حرکت داشته باشه دیگه. گفتم اوکی حتما یه چیزی میدونه که به من مثلا این حرفو زده. و ما رفتیم اونجا، بعد مغزمم کلن خواب، صدام زدن رفتم داخل. بعد فکر کنم اینجا بهش برخورد. علی خانی نگاه کرد گفت سلام. و گفت خودتون اول میخواین معرفی کنین یا اجرا کنین؟ اینجا نگاش کردم اجرا میکنم. یعنی اینو که گفتم فکر کنم همونجا گفت من اینو رد میکنم. بعد شروع کردم 2 قدم راه رفتم، نشستم، مونولوگمو گفتم. بعد در مد بهم گفت که من شنونده بودم فقط، چیزی ندیدم. گفتم بله خودم هم میدونم. دیگه اینجوری شد که یه برگه به من دادن، گفتم دست در نکنه، مهر مردودی. آره. ولی خب واقعا من اینجا خیلی ناراحت شدم. یعنی آخرش هم فکر کنم تو گوگل سرچ کنیم میاد بالا، آخرش من گریه کردم. اون گریه فقط به خاطر این بود که من میدونستم باید چی کار کنم ولی اجازه بهم ندادن. همین. ببین این روزا مسئله بازیگری
یا سینما یه جوریه که مسیر نرمال خودش رو پیش نمیره. این رو چقدر بهش فکر میکنی و چقدر تاثیرگذاره تو حرفه تو که اگر چگونه بود بهتر پیش میرفتی؟ مثلا الان خود شیراز رو، مشکل یا ایراد کار از کجاست؟ در حال حاضر جایی که هستی میتونی بگی که اگر چجوری بود اتفاقی بهتری میافتاد؟ اگر که نمیدونم، ولی اگر باند بازی نبود، یه باند بازی مافیا مگه تو شیراز هم داریم؟ آره تا حدودی فکر کنم. حالا من خودم اصلا تو این چیزا قرار نمیدم، یعنی اینجور نیستم بگم با فلانی کار میکنم با فلانی کار نمیکنم. خودمو تو حاشیه نبردم و نمیبرم، تا جایی هم که حتی اگه از کسی ناراحت باشم بیان میکنم، بهش میگم، ولی اینجور نیستم بگم نه من با فلانی کار نمیکنم. آخرین بار کی دعوا کردی؟ دعوای بد؟ دعوای بد 5 سال پیش. خیلی بد. چقدر بد؟ بگم؟ بگو. وارد جزئیات نمیشم. به طور کلی؟ به طور کلی چند نفر رو زدی؟ تنها نبودم. یل بودی؟ زنگ زدم بچه اومدن. تا این حد؟ به قرآن. نگاه من آدمیم که بدم میاد یک نفر به شخصیتم به شعورم توهین کنه و کوتاه نمیام، یعنی سوء استفاده بدم میاد. خب پس حواسمون باشه. آره خطری میشم. من پوتین پوشیده بودم تا اینجا میزدم. خب کافیه. کافیه. بعد آخرین بار که گریه کردی؟ گریه الکی واقعی؟ مگه الکی هم گریه میکنی؟ آره. چرا؟ مثلا دارم آشپزی میکنم. جذاب شد، بگو الکی واقعا میشه گریه کرد؟ آره. خب من گریه واقعی هم که بخوام بکنم نمیاد. به زوره، چجوری الکی گریه میکنی؟ خب مثلا دارم یه کاری انجام میدم، تست بازیگری برای خودم میزنم، اونجور اشک میرسم. همینطور که داری مایت آشپزی میکنم، مثلا یه موزیک پلی کردم تو ذهن خودم، یه صحنه رو میچینم که الان فلان اتفاق افتاده و من الان مجبورم تو این موقعیت، من بچه دارم مجبورم آشپزی کنم و اشک میریزم. خب شاید تاثیر پیازه. نه پیاز کجا بود، بی دلیل مثلا این شکلی میشم. خودم دارم برای خودم تست میزنم. خب واقعی که گریه کردی؟ واقعی یادم نمیاد. شاید گنابه 1 ماه پیش. اونجا. برای چی؟ یه بارش به خاطر اینکه عصبی شدم بعد از اجرا، یه بارش هم از دلتنگی تیامو میذاری بازیگر شه؟ اگر خودش دوست داشته باشه. من اصلا جلوشو نمیگیرم، یعنی هر مسیری رو انتخاب کرد من پشتشم، چه فوتبالیست چه ورزشکار چه فوتبالیست هم ورزشکاره؟ نه یعنی این وزن برداری این چیزا. آره یعنی وزن برداری هم ورزشه. خب یعنی الان هرچی گفتی ورزشی دیگه، یعنی خب این کار دیگه چی؟ یعنی چی؟ تو گفتی فوتبالیست یا یعنی میگم من رشته ها رو داشتم. خب رشته های دیگه هم داریم دیگه. اصلا خواننده، من دوست دارم خواننده‌هامون هم الان ورزشکارن دیگه، رو صحنه حرکات ورزشی انجام میدن. آره. برای بازیگر شدن چیکار کردی که دیده بشی؟ دیده بشم؟ آره. موج سواری رفتی؟ دست من نیست که من بخوام دیده بشم. به نظر من کارگردانا باید بگردن استعدادا رو پیدا کنن، اونا یه کاری کنن که ما دیده بشیم. خب چیکار کردی که بتونن اون استعدادا رو ببینن؟ من الان تنها چیزی که تو ذهن خودمه اینه که الان دیگه شروع کردم بیشتر فعالیت داشته باشم و اینکه چیکار کنم. واقعا یه بازیگر میتونه چیکار کنه که استعدادش
نشون داده بشه. این روزا بازیگر شدن یه خورده عوض نشده روشش؟ خب قبلا فرق میکرد دیگه، یکی علاقه داشت براش تلاش میکرد، یه دونه مثلا یه بازیگر میگفت مثلا من فلانی رو دوست دارم، بعد واسه خودش بارها تمرین میکرد، خیلی تلاش میکرد، میشد بالاخره. ولی الان شاید به این دلیل که رو شایستگی یا توانایی و اینا هم نباشه، رو بحث فکر کن اگر تو رو برندینگ خودت کار کنی، پرسونال و شخصیت خودت، بیشتر جواب باشه. به اینا فکر کردی؟ ویدیوهایی که مثلا بخوای تولید کنی، اتوتایی که بخوای بزنی، مثلا مسیر بازیگر شدن یکی از بچه‌های خودمون مثلا سامان محکویه، اون مسیر ایدئالیه؟ آره جدیدن بهش فکر کردم، فکر کنم بتونم گفتم که از صفر شروع کنه، نه مسیر بازیگری یا مسیر حرفه‌ای‌گریه رو آره. از صفر شروع کنی. اینکه خب برای بازیگری چیا رو فدا کردی؟ اینکه فدا کنم یا مثلا از چه چیزی گذشتم یا فدا حالا فدا یعنی مثلا کلا مثلا بذاری کنار بگی برای بازیگری. آخه من چیزی رو یا کسی رو نذاشتم کنار، چون مسیری که انتخاب کردم خانوادم پشتم بودن، اینجور بود، یعنی خانوادم، همسرم، همه پشت من، چیزی نبود که بگن نه تو نباید بری فلان و اینجور چیزا، اینجور نبوده که بگم من مثلا خانوادم رو گذاشتم کنار واسه بازیگری، نه. ولی خب مثلا اینجور بوده که من 10 روز بچه رو نبینم، همین دیگه گذشتگیه. خب الان مهمترین فکر میکنم مهمترین مسئله در زندگی شما فکر میکنم الان تیامه. آره. واسه هر مادری همینه. نیست؟ آخرین کتابی که خوندی؟ کتاب دستور قیمه، خورشت قیمه مثلا؟ نه اتفاقا من دستپختم خوبه، نیاز ندارم به این کتاب. دستپختت در خیلی خوبه، واقعا خوبه. خب سری بعد، یعنی برنامه بعد آشپزی داریم با خانم شیوا محمدی. خب اولویت با چه غذایی؟ اول با چه غذایی؟ من قرمه سبزیم عالیه. خب قرمه سبزی همش عالی. پاستا خب حالا فعلا خب آخرین کتابی که خوندم، من زیاد اهل کتاب نیستم، بیشتر فیلم میبینم، ولی کتاب رمان دوست ندارم، کتابی که یه چیزی یادم بده دوست دارم. خب بعد تا حالا مثلا تمرین بازیگری یا اتود زدن رو از رو بازیگرای ایرانی، خب مثلا تیکایش رو برداری تمرین کنی، این کار کردی؟ گلشیفته فقط؟ چه نقشی رو دوست داشتی بازی کنی ولی تا حالا مثلا فرصتش پیش نیومده؟ چه شخصیتی بهش فکر کردی؟ آره من نمیدونم بتونم یا نه، ولی یه دختر دیوانه. چقدر دیوانه؟ تیمارستانی، نه در اون حد ولی خب دیوونه. مثلا الان یه میمیک خیلی بد بیا. مگه هر کسی دیوونه است میمیکش بد میشه؟ نه یه میمیک خیلی عتیقه. منتظری؟ نه دیدی بعضی وقتا میگن زمانی که دیگه فهمیدن، فامیل، دوست، آشنا فهمیدن که بازیگری کار میکنی، چند بار بهت گفتن تو جمع، گفتن حالا یه نقشی بازی کن؟ نبوده واقعا نبود. آخه من دور از فامیلم، ما از بچگی شیراز زندگی کردیم، ولی خب همه فامیل ما گچسارانه اینجا. بله اصالتا گچسارانی هستی. صدای خوندن داری؟
نمیدونم. اصالتا لوری. بله. لوری هم میتونی حرف بزنی؟ بله. میتونی بخونی؟ لوری؟ آره. الان خواهی بخونم؟ اسم بچه‌ت هم تیام لوریه. آره. یعنی چشم. یزلرم. یعنی چی؟ یعنی چشم. به ترکیه. گیز به ترکیه یعنی چشم. خودت فکر میکنی ویژگی منحصر به فرد تو کارت چیه؟ متعهدم به کارم. حتی از خود کارگردانم کار برات مهمتر بود. خیلی و زیاد. از حجم قصه خوردنت بهتون گفتم بابا بشین. آره. یادته؟ آره. یعنی وارد یک کار میشم توی همه چی دلسوزی میکنم. یه روز اومده بودم سر تمرین داشتی میخندیدی همش اینجوری بودی چرا؟ من هر موقع میخوام جلو خندم بگیرم چرا؟ جلو خندم میگیرم، ماهیچه‌های اینجا رو فشار میدم که نخندم، چون اگه بیفتم رو دور خنده دیگه کسی نمیتونه جمعم کنه. مطمئنی؟ آره، آخرش دیگه میشه خنده عصبی. اگه توی یکی از برنامه‌ها دوست داشتی بری کدوم برنامه بود؟ یه برنامه‌ای که مثل مهران مدیری، رامبد جوان، علیزیا. مهران مدیری. چرا؟ سوالای خیلی بدی میپرسه ها. تا حالا عاشق شدی؟ ولی دوست داشتم برم. چی حالتو خیلی بد میکنه؟ چی حالمو خیلی بد میکنه؟ از شخص دیگه؟ کلاً چی؟ کلاً بی‌معرفتی. این که مثلا یکی رو ببینم ذاتش بده حالمو بد میکنه. این که مثلا سر خودم بذارم برای یه طرف ولی اون طرف زیرابی بره حالمو بد میکنه. اتفاق افتاده؟ آره، زیاد. برچه الان دور برم خلوته. نمیگم زیرابی رفتن ها، نه الان فردا ببینیم ناراحت بشین، نه. یعنی میگم مثلا شاید کم گذاشتن، نه که کم گذاشتن، هر چیزی بگم به خدا میبینن ناراحت میشن، ولی خب در کل آره شده که باعث بشه. خب باعث بشه که اعصابت از دست خودت خورد بشه. آره، حتی مثلا عصبی بشن که چرا اصلا من با فلانی این قصدمو براش گذاشتم که الان مثلا اون بخواد همچین کاری کنه من بخوام ناراحت بشم. با خودت دعوا میکنی؟ نه. بدترین فحشی که به خودت دادی؟ ندادم. یعنی هیچ وقت با خودت دعوا نکردی؟ از دست خودت ناراحت نشدی؟ چرا؟ خب ناراحت شدم چون که مثلا یه جایی هستم بعد مثلا یه حرفی میزنه من میتونستم جوابشو بدم خیلی با احترام ولی جوابشو ندادم، بعد میرم خونه میگم خاک بر سرت، تو که میتونستی اینو بگی که دلت خنک شه چرا نگفتی؟ هم بر همین. خب سر فیلم برداری ها اینا تا حالا دعوت شده؟ سر فیلم برداری نه، چون سرم تو کار خودمه. نه، شاید یکی یه چیزی بهم گفته باشه من ناراحت بشم ولی من یه چیزی به کسی بگم نه. چقدر اینستاگرام معتادشم؟ آره. قبلا خیلی بود الان کمتره، اونم به خاطر اینکه همش سر کارم. البته اگه قبلا هم بود اون موقع هم کارم با اینستاگرام بود که همه مخالف بودن. مثلا تو موقعی که من بچه داشتم نمیخواستم برم بازیگری چون میخواستم بالای سر بچه هم باشم. مثلا من اومدم بلاگری رو انتخاب کردم، موفقم بودم توش، اگه دنبال میکردی موفق بودم، ولی مثلا از قوم خیش همه جا مخالفت. خیش شهره؟ گفتی قوم خیش؟ مثلا میگن قوم و خیش. خب میگن چی؟ قوم خیش. قوم خیش. آره یعنی از همه طرف. آره یعنی مثلا اینجور بود که مثلا زنگ میزدن بابا دخترت فلان فیلمو گذاشته از خودش، بعد بابا میگه گذاشته که گذاشته، تو چی کار داری؟ مگه چی کار کرده؟ همه جاش پوشیده از فیلم گذاشته. الان همون فیلمایی که مثلا من 5 سال پیش میذاشتم و الان دیگه فعالیت اینستاگرامی ندارم به جز یه کاری خودم، همونا دارن اونها رو میذارن. دابسمش.
اصلا به غیر از خب داستانش چیز عادیه. آره خب معتاد اینستاگرام دیگه، معتاد چی؟ معتاد نیستم واقعا؟ اینجوری هم که مطمئنی؟ مثلا صبح از خواب بیدار میشم چرا چک میکنم بس دو بس از خواب بیدار میشم. آره از خواب بیدار میشم یکم آشپزی میکنم بیشتر یکم به بچه میرسم بیشتر دیگه هرچی بیشتر بخوای فکر کنی آخر شب که خیلی دیگه. چی؟ نه من چیز دیگه میگم. اون نه مثلا دور هم میشینید به خانواده؟ نه اما رده. سنگین ترین خلافت چی بوده؟ غیبت اصولا خوش غیبتی؟ نه زیاد، ولی باشم همراهی میکنی کم نمیاری؟ آره یه آدمی هم که مثلا اگه یه طرف شخصیتش اینجور باشه دوست داره بشینه پیشم غیبت کنه میگم خب آره فلان. شاید در حقیقت اینجور نباشم، دوست دارم خودم رو وقف بدم با طرف. خب الان فهمیدم بچه‌ها، من یک مشکلی اینجا بوده الان رو شد. پس غیبت رو شروع کنم بحث گرم میشه. آره خب غیبت بچه‌های فیلمساز شیراز چجوری هن؟ کارگردان تئاتر چجوری؟ غیبت کنیم دیگه. کارگردانای تئاتر؟ آره. کارگردانای تئاتر تو 3 سالی که کار نکردم نمیدونم کار نکردم، ولی خب خوبه. با رضا هم غیبت میکنی؟ آره. بشینید غیبت کنید؟ آره. اصولا راجع به چی حرف میزنید؟ مثلا غیبت از کی؟ کل روزمو میشینم باش حرف میزنم. اینجوریه. بعد اگه همراهی نکنه دعواش میکنم، میگم یعنی چی؟ چرا همراهی نمی‌کنی با من؟ چرا چش تو چش نمیشی وقتی من دارم حرف میزنم کل روزم برات تعریف می‌کنم چرا نگام نمی‌کنی؟ میگه نه اوکی خب چی شد فلان. حالا شد. یعنی باید مثلا از صبح تا شب اگه من بیام بیرون هر اتفاقی بیفته میرم بهش میگم. اونم همینجور. کی دعوا کردی؟ با کی؟ با رضا. دعوا یادم نمیاد. دعوا نمی‌کنیم. خدا. آخه اون شخصیتش آرومه، منم آرومم. دعوا نمی‌کنیم. شاید در حد صحبت باشه. یعنی اگه بخواد کشیده بشه به دعوا بیشتر من میشینم صحبت میکنم. از هم دیگه پولم قرض میگیرید؟ نه. کارت اون مال منه، پول منم مال خودمه. آها. پول اون مال منه، پول خودم هم مال خودمه. خب. ولی اگه من پول بهش بدم قرضه بهم پس میده. چند بار پس میگیری؟ چند بار پس میگیری؟ پس میگیره هر موقع پول بهش دادم. نه مثلا یه بار یه پولی بهش قرض بدی چند بار اونو پس میگیری؟ و باز همچنان اون بهت؟ نه یه بار پس میگیرم، بعد یه بار دیگه مثلا میگم فلان جا بهت قرض دادم اما به جاش اینو برام بخر. میگه خب بهت دادمش. میگم نه بخر. اینجوری. تو بیشتر تیامو دوست داری؟ دوتا. من مادرم و پدرم. بعد اینجوریه که چند تا نکته تربیتی بگو. تربیتی؟ منم تازه بچه دار شدم. چرا اعصابت خورد بود گفتی؟ من؟ آره. بگو. اب نداره؟ نه. خودش خواسته. روز بازبینی مهمترین روز دیگه. روز بازبینی بود. بعد صحنه 1 من و ایشون بازیگر مقابلم بودن. اومد یه جایی باید میرفت میکروفون رو برداره بزنه روی شال من که صدای منو ضبط کنه. بعد رفت صفحه بعد گوشیشو گذاشت کنار من، خودش رفت بیرون. اینجور نگاش کردم، نگاهی من میکرد، نگاش میکردم، نگاه میکرد. من چشامو گرد میکردم، هیچی نمیگفتی. من اینجور نگاه میکرد. گفتم دیدم کوتاه نمیاد. عصبی گفتم من الان شماره مامانتو نمیخوام. گفت بیا این شماره مامان من بشین یه دل سیر باش حرف بزن. نگاش کردم من الان شماره مامانتو نمیخوام. بعد من همچنان نمیگرفتم. آره بعد نمیگرفت که مثلا من چرا عصبی شدم. بعد نگاش کردم دیدم چشاشو گردتر کرده، یعنی تو گردتر کردی، همجور نگاه میکردی، هنگ بودی. بعد گفتم بعد فکر کردم گفتم
فکر کنم میخواستی قبلا صدامو زد کنی و تازه فهمیدی که بری میکروفون. از اینجا استارت عصبانیت من شروع شد. اونجا که من عصبی شدم تا لحظه آخر یه جاهایی که مثلا باهات نرم برخورد میکردم سعی کردم خنده های عصبیمو چیز ملو کنم، ولی خب چند بار سکته یا سکته؟ فرقی نداره، هر کدوم دوست داری. سکته. آره. چند بار سکته زدی تو اون کار؟ هر شب. خب اونجاش که یادمون رفت چی؟ یاد من رفت چی؟ چجوری بهم گفتی؟ یه شبش خوب جمع کردی. خب همون که گفتی اونو پرسیدن گفته بودن آره جز بازی بود. آره ولی خب سکوته خب خودمون میدونست. خب اون ور چی؟ یه شبش که کیف کردم اینجا بود که دوتامون نشسته بودیم، بعد دیالوگ یادت رفته بود، نگام کردی، نگات کردم، با چشمم اشاره میکردم که چیکار کنی، دیدم نمیگیری. بعد خودت اومد، منم نمیتونستم چیزی بگم، مثلا بگم فکر کنم برام سورپرایز داشتی، اومدی جلو گفتی فکر کنم میخوای یه چیزی در گوشم بگی، اومدی گفتی برو لباس عروسو نشونم بده و بلند شدی رفت، گفتم فش گذشت. یعنی اومدی گفتی میخوای تو گوشم یه چیزی بگی، تو گوشت گفتم و رفتی. اونجا کیف کردم. واضح هم نگفتم. حالا اونم آره اونم گذروندی، خوب بود. اونجا کیف کردم، اون شب خوب بود. اونجا سکته نکردم. شازده قاسم؟ شاقاسم؟ آره. چی؟ یه امامزاده‌ایه. کجاست؟ نمیدونم. یعنی تو اسمش چیه؟ اسم بوی کاملش؟ رحمته ولی دقیق نمیدونم کجاست. نمیدونم توی یاسوجه فکر. شاقاسم. شاه قاسم. آره. شاه قاسم درسته؟ چرا میگی شاه قاسم؟ لوریه دیگه. شاقاسم. قاسم لوری میشه. چیکار شاقاسم داری؟ خب میبینم خیلی داری ازش یاد میکنی. خب فردا میگوزن سرت میگن چرا اسم شاقاسم آوردی امامزاده ما رو؟ دوست داری رضا یه بار تجربه بازی داشته باشه؟ نه. هیچ وقت؟ اصلا اجازه نمیدم بیاد. اجازه نمیدی رضا بیاد تو بازیگری؟ نه. چرا؟ خودم اجازه دارم، رضا اجازه نداره. اینو میخوایی بذاری؟ اینو میذارم. رضا گوش بده. اگر بخواد تجربه کنه اصلا خودش دوست نداره. نه اگر بخواد بیاد. حالا فکر کن دوست داره. بیاد همراه با خودم بیاد. عجیب ترین پیشنهاد تو کارت چی بوده؟ عجیب که نه ولی خب بعد مثلا بهت گفتن که پول بده تا ما شما رو بازیگر کنیم، نمیدونم معروف بشی، با فلانی بازی کنی. با فلانی بازی کنی؟ نه ولی مثلا بوده که مثلا من نصف راه رو رفتم، نقشه یکش بودم، بعد در اومده مثلا به من گفته این مبلغ به من بده. 10 سال پیش 11 سال پیش چون تازه هم شروع کرده بودم که مثلا من بذارم نقشه یک بری جلو. بعد من گفتم برای چی همچین کاری کنم؟ من دارم برای تو بازی میکنم، تو باید به من دستمزد بدی، بعد من بیام یه پولی هم بهت بدم بازی هم کنم صبح تا شب. بعد گفتم همینم، میخوای بازی میکنم، نمیخوای میرم. بعد رفت فردا گفت بلند شو بیا سر کار. خب ولی خیلی از آدما این کار کردن. آره میدونم، خیلی انجام دادم و هنوزم انجام میدن. عجیب ترینش این برای من این بود که یه تهیه کننده تهرانی صحبت میکردیم، یه فرصتی براش فراهم شد شیراز. حالا یه تعدادی از بچه‌ها انتخاب شدن برای تو تست و این. اینجوری بود که خیلی راحت گفت که برای یک روز آموزش مثلا مبلغ 10,800,000 شما بدید برای اینکه تو این فیلم بازی کنید و یک حالا بلد هستید یا نیستید هم مهم نیست، ما یک روز برای شما به مدت 8 ساعت آموزش میدیم تو یک سال. بعد من با این برخورد کردم، یعنی این اتفاق افتاد برخورد کردم و
اونجا خیلی بهم فشار اومد و یک اتفاق عجیبی گفت که یعنی من این ازش خواستم و گفتم چرا این کارو میکنید و این اسپانسر بازیگری دیگه، شما بودجه فیلمتون رو از این طریق میخواید، 150 نفر اومدن 150 تا 10 میلیون میشه هزینه فیلم شما. بعد گفت آره ما میتونیم، بچه شیراز بی ارزن نمیتونیم. من 3-4 دقیقه وایس پر کردم جوابشو بدم، بعد کنسل زدم، گفتم این آدم من چی کارش کنم. ذهنش اینجوری بسته شده دیگه و کسایی هم که میخوان خودشون این کارو میکنن دیگه و واقعا هم کردن، بهشون مبلغو میدادن برن بازی کنن. 1 سالم گذشته میبینمشون میپرسم اتفاقی افتاد، چیزی نیست، مبلغی نیست، ولی اصلا این روش درستی نیست. حالا بگذاریم از این ماجرا. ولی اگر یه فیلم خیلی خوبی باشه که مثلا بدونید که این اتفاق خوبی برای اون فیلم میفته، بازم پول میدید؟ یعنی به اون نقشه پول میدید؟ نه. آفرین. کدوم فیلم ایرانی رو بیشتر دوست داشتی یا اینکه دوست داشتی یه شخصیتش رو بازی کنی؟ بهش فکر کردی؟ میگم بوده، مثلا بگم اگه مثلا من این نقشه رو بازی میکردم چقدر شاید میتونستم خفن‌تر بازیش کنم فلان، ولی اسمش یادم نمیاد. سریاله؟ کدوم از بازیگر رو بیشتر دوست داری تو سینمای ایران؟ خانم من گلشیفته که رفته ولی خب خیلی دوستش دارم. الناز شاکردوست دوست دارم. الناز شاکردوست بازیش به دلم میشینه، دوستش دارم. بعد ترانه علی دوستی، لیلا حاتمی. بعد از بازیگر آقا چطور؟ شهاب حسینی. خب هادی حجازی فر. بله. بعد اینکه از هادی حجازی فر شما کارت فرستادی براش؟ شما پول نمیگیری ازش؟ حالا میرم چرا شبا براش میفرستم. آخه من فکر کردم همه بازیگرا ازش پول قرض میگیرن. باید براش شبا بفرستم. شما رو کار جوابگو نیست. شبا اون قلبش هم حتما باید بفرست. اون قلبم فکر کنم همه گفتن باید بفرستی، جوابگو قلب سفید بود یا قرمز نمیدونم. اونم میذارم تنگش براش میفرستم، مبلغم میذارم زیرش، میگم کارمو را بنداز تا بعدا. بعد کار بیشتر چه سبکی انجام میدی؟ بازیگری، کمدی، جدی؟ کمدی واقعا تا حالا انجام ندادم. پیشنهاد شده یا فقط نه پیشنهاد نشده، فقط خودم هم زیاد دوست ندارم. فقط یک بار، اونم نمایشنامه خوانی بوده که کارگردانش هم خودم بودم و خیلی هم باحال بود. یعنی اینجور بود که مثلا نشسته بودیم همه بازیگرا، میدیدم تماشاگرها میخندن بودن. به جز بازیگری به چیا فکر کردی تو سینما؟ چه کاری رو میتونی انجام بدی؟ سینما؟ آره. من علاقم بیشتر بازیگریه. اگر زمانی بخوام کار دیگه انجام بدم کارگردان. تئاتر، فیلم؟ هر دو. من کلا هر دوشو دوست دارم و همین خاطر میگم هر دو. بعضی هستن مثلا میگن فقط تئاتر یا مثلا فقط سینما. من اینجور نیستم. خب کدوم گیریم تو بیشتر از همه دوست داشتی؟ تو چه کاری؟ گیریم عجیب غریبی نداشتم. فقط سر یه فیلم سینمایی گیریم زن باردار، در صورتی که مثلا اون موقع هنوز تیامو نداشتم و از یه زن باردار برام مثلا گیریمش خیلی متفاوت بود، صورتم ککمک اینا خیلی باحال بود برام. اون فیلم پخش شد؟ آره، هم تو تلویزیون هم الان هم هستش. در چه صورتی دیگه بازیگری کار نمی‌کنی؟ در صورت این که بخوام بچه باشم. بازم مقطعی؟ آره بازم مقطعی. مثلا یه مدت نباشم، به سرانجامی برسه، دوباره استارت میزنم. این نیست که بگم نمیخوام کار کنم، اونا نه نیست.
یه سری تیک هست باید زده بشه. چقدر طول میکشه به گریه بیفتی؟ الان که اشک منو در بیاری؟ نه من اشک کسی در نیاوردم تا چقدر نمیدونم، با دیالوگ خیلی زمان کمتری، بدون دیالوگ یکم بکنم مشکل بشه. الان میخوای یه دیالوگ احساسی بگیم اتفاق بیفته؟ چی میخوای بگی؟ نمیدونم یه اتود بزنیم. تا حالا برای تیام بازی کردی؟ نه ولی یه سری خودم داشتم اتود میزدم گریه میکردم، تیام اومد یه لحظه من اینجور دید و مامان و شوکه شد همونجا سر جاش واسه من پاکم گفتم نه مامان بعد برگشت بره ها گفتم نه چیزی نیست، بعد اومد اینجور بغلم که گفتم نه مامان اوکیه. تیام با کارت ارتباط گرفته، یعنی آره. یه جایی بوده که بازی کنی و ببینه کارت. آره سر این تئاتر مثلا من تو خونه تمرین داشتم اینجوری که مثلا دیالوگای تو رو مثلا توی چیز ضبط کرده بودم میگفتم، بعد موقع خودم داشتم دیالوگ میگفتم مثلا گفتم مسعود فلان، مسعود اینجور، مسعود اینجور، بعد 2 دقیقه یه بار هی در من نگاه میکنم گفت مسعود یعنی قشنگ متوجه میشد که الان دارم بازی میکنم یا اتود و این چیزا. الان هم میگه جدیدم سلام بهم میگه مامان کی میری تمرین، قشنگ میفهمه میدونه. شرایط محیطی چقدر تاثیر داره تو بازیت؟ یعنی چی؟ باید یه سری چیزا فراهم بشه یا اینکه نه در هر محیطی در هر شرایطی امکان بازی هست برات؟ شرایط محیطی فکر نکنم تاثیر داشته باشه، چون که مثلا توی تئاتر اینجور نیست، تو زنده داری بازی میکنی، ممکنه 10 نفر بیان برن، حالا نباید اینجور باشه ولی خب ممکنه یکی بره بیرون بیاد داخل، یه اتفاقی بیفته، یه چیزی پیش بیاد، تو باید ادامه بدی یا حستو داشته باشی، نیست که یه لحظه وایسا تو برو بیرون بعد من بقیه‌شو بازی میکنم. الان اینجوری شده مثل اینکه تئاتر وسطش ارتباط با مخاطب داره. آره دیدم تو این اینستاگرام موافقی؟ یکیش داشت نمیدونم تنقلات میخور رفت بیرون گفت وایسا کجا میخوای بری؟ یعنی من اینقدر دارم بد بازی میکنم 2 دقیقه بشین تئاتر منو ببین شاید خوشت اومد. یعنی اینجوری قشنگ ارتباط گرفت بعد ولش کن بقیه‌شو رفت. عجیب ترین تستی که یه جا رفتی اون تست چی بوده؟ مثلا ازت خواستن اتودی بزنی؟ زلزله است. شنیدم از زلزله هم میترسی. نلرزی؟ 2 دقیقه پیش زلزله اومد. زلزله بود؟ من فوبیای زلزله دارم. چیکار میکنی؟ زلزله. امروز صبح که اومد چیکار کردی؟ من خیلی بد بود، قشنگ اینجور شدیم، تنها کاری که تونستم بکنم خواب بودیم ساعت 5 صبح رفتم یا خدا فقط اینجور رفتم روی تیام که مثلا اگه سقفی چیزی خواست بریزه بخور به من، به بچه نخوره. انقدر؟ خب دیگه فوبیای چی داری؟ فوبیای دریا، نه اینکه لب دریا بشن غرق شدن. فوبیای آب؟ نه آب نه، غرق شدن توی دریا. ارتفاع، یه مارمولک نداشته باشه. الان یه بداهه راجع به فوبیات بگو، مثلا راجع به دریا، غرق شدن، یه بداهه چند تا جمله بگو و برسون به مرحله احساسی گریه کردن. میتونی انجام ندی ولی خب شاید حرکت، ولی خب اگه میتونی این کار بکن، اگه دوست داری. که مثلا خواهی دیالوگ باشه یا مونولوگ باشه؟ بذار این لحظه رو من کارگردانی کنم ببینم میتونم. کارگردانی. الان خندت گرفته اینجوری میکنی؟ از این حرکت میزنم مامان عاشق به تو رو خدا یه بار دیگه این شکلی دیگه جلو خندتو میگیری اینجوری میکنی باحاله. چرا؟ نمیدونم دوست داره. اول لوریه رو بخون تا من فرصت اینو داشته باشم که بتونم موقعیت گریه کردن رو فراهم کنم.
خب صدا ندارم. اشکال نداره، همون چیزی که خودت میخونی. چه گیری افتادی منی درد باری. یاد اون بچه افتادم که اومده بود برنامه که سرم اومده تم پی به تر سر از داب اومده خمیقت خرابم کلونی گرام خمیقت مریضم که حالم بده. ترجمهش چی میشه؟ به اوقاب عکسی تکی پنجره دکورا بیام بس که سل کردمش. ترجمه؟ نه همین. حالا یه ریتم دیگه شو بخون، یه ریتم شاد لوری بخون، من بشکنش میزنم. شاد لوری پشه اومده. شاد لولی بلدش نیستم. خب بذاری مثلا لوری داره شاد؟ آره. چی مثلا؟ پس داخل عروسی ها با چی میرقصن؟ لوری میخونن میرقصن. دقت نکردم. دقت نه، اشتباه کردی. دقت. آخه کلا یه سوزی داره. آره خب موزیکای لوری سوز داره ولی خب شادم میخونن. چشمت با پشه میره. آره. خب رسیدیم به گریه کردن. تا اشکتو در نیاریم نمیذاریم بری. حالا که اینطور شده کنار دریایی، خب ساعت 3 شبه، خب روبروت تاریکی. برچی من ساعت 3 شب برم اونجا؟ سر ظهر، 3 ظهره. خب 3 ظهر مثلا روز جمعه رفتید دریا. یه نفر مثلا اونجا داره غرق میشه. یه نفر اونجا غرق میشه و تو نمیتونی کمکش کنی چون از دریا میترسی. یادته؟ جمشید رفته بود تو آب، من چقدر استرس داشتم. گفتم شنا بلدی گفت. بعد مسئول تا چرا اینقدر ریلکسی؟ من جمشید رو نمیبینم دیگه، بچه مردم کو؟ از من میپرسید که تو میبینیش؟ گفتم بابا 2 دقیقه یه بار میبینیش یا نه؟ من نمیبینم کوش میبینیش؟ منم چشام ضعیف گفتم آره اونهاش ببین علیکیو میگفتم گفتم نیست. خب نه جمشید بود من خیالم راحت بود. بازم نه چون دریا با کسی شوخی نداره. خب به هر حال آدم کاربلدی. خیلی بده. منم واقعا نمیتونستم دریا حتی با خود جمشیدم نمیتونستم برم، چه برسه به تنهایی. چه دوربین خوشگلی داریم. بلدی باش کار کنی؟ فکر نه، فقط میدونم اینو باید فشار بدی. خب اینو بکش تا آخر، تو دوربین یه شات بزن. این تیکه کلامت حال کردی؟ شده. دیگه چی؟ نه خدایی. اینو تیام هم میگه. آره از بس من میگم تیام هم میگه نه یادته من یه چیزی گفتم بعد گفت نه خدایی؟ آره بعد گفت نه خدایی. چقدرم جدی گفت. خیلی باحال. خب چه حیوانی دوست داری؟ گاو. چرا گاو؟ خیلی خوشگله. گاو خیلی خوشگله. اصلا خیلی خوبه. گاو دوست نداری؟ مخصوصا اونایی که من خر دوست دارم. خب من واقعا خر خیلی ابهت داره. گاو خیلی ابهت داره. ببین خر هم خیلی محکم و قویه. گاو هم همونجور. خیلی ببین کار خودشو میکنه. تازه گاو شیرم میده. غر نمیزنه. بعد دیگه اینکه شخصیت کاملیه، خیلی خفنه. همش بار میبره. بار ببره اونو دیگه بار میکشن ازش. مورد سوء استفاده قرار میگیره. ولی به موقعش هم یه جوری لگد میزنه که خب میبینی مشکل روانی داره. گاو شاخ نمیزنه؟ گاو نه میزنه. نمیزنه.
خیلی مؤدبه. گاو وقتی شاخ بزنه قشنگ 3-4 تا پرت تو هوا می‌خوره. اون گاواییه که مسابقه‌این وحشیان، ولی چه نوع گاوی؟ گاوایی که تو روستا هست، دو رنگ هم هستن و قهوه‌ای سفید، خیلی خوشگله. اگه بخوای یه حیوان خونگی داشته باشی چی؟ اگر حیات داشتم، مثلا خونم شمال بود، قطعا گاو می آوردم، ولی وقتی نداره، یعنی نمیشه، بخوام داشته باشم سگ. الان چی داری؟ هیچی. حیوان خونگی هیچی. چه نگاه میکنه؟ حیوان خونگی نداری؟ ندارم. داشتم، سگ داشتم قبل از تیام، ولی چون میخواستم بچه داشتم فروختمش. فروختیش یا دادم رفت، یعنی فروختیش؟ دیگه دادم رفت. خب ساده. خب چیکار کنم دیگه؟ آخه واگذار نکردم که بگم هر از گاهی میخوام بیام ببینمش. دادم رفت که نبینمش دیگه، نمیخواستم وابسته بشم. چند فروختیش؟ یادم نمیاد. حیوان چیکار اینقدر بنده خدا گیره. الان چه حیوان خونگی داری؟ هیچی حیوان خونگی نداری؟ ندارم. تعجبه؟ حیوان خونگی نداری؟ با داشته باشم؟ داری؟ چی؟ ندارم. بابا حیوان خونگی داری؟ چی دارم؟ چی دارم؟ خب خودت بگی. چی دارم؟ منتظرم ببینم اونی که میگی که از نظر تو پرنده حیوان خونگیه؟ آه پرنده حیوانه. راست میگی، توتی یعنی از نظر تو پرنده حیوان نیست؟ اصلا بهش فکر نکردم که توتی دارم. خب 2 ساعت من هرچی میپرسم میگی من فکر ندارم. کردم میخوای یه چیز دیگه بگی. چی بگم مثلا؟ چرا توتی دارم؟ آخه بمیرم برای توتی. من میتونم شرایطشو بپذیرم، به نگهش دارم. اینقدر بهش میرسم ولی اصلا فکرشو نمیکردم یعنی فکرشو نمی‌کردی پرنده حیوان خونگی باشه. آخه من مثلا فکر کردم مثلا خری، گاوی، گربه، سگی. اصلا یادم نبود توتی دارم. آره توتی داره. چقدر آره توتی خیلی هم اسمش چیه؟ قندک. این رنگیه. خیلی هم وراد شده. چیا میگه؟ چیزی نمیگه، جیغ جیغ میکنه. به هر موقع مثلا من پیشش نیستم میرم طبقه بالا، جیغ که پاشو بیا پیشم، میرم پیشش میگم بله، سکوت میکنم، هیچی نمیگه. یعنی میگه تو باید 24 ساعت پیشم پایین باشی. شخصیت گاو اگه بهت بدن بازی میکنی؟ یعنی چی؟ شخصیت گاو در یک نمایش میتونی بازی کنی؟ تونستنی که میتونم، ولی میدونی من بازی کردم؟ لابلای هر دیالوگ هم میگفتم مو. بعد میدونستی با دندونم تنها با اون بازی میکردم؟ میدونستی علوفه میخوردم؟ گاو بودی دیگه. گاو بودم دیگه. کار کودک بود. خیلی. حالا بهت نقششو بدن بازی میکنی؟ فکر نکنم. فکر کن الان من پیشنهاد یک بازی بهت دارم، میگم که کار کودک مثلا توش کلاغ، اصلا گرگ، کار کودک کار نمیکنه. کار بزرگسال. اصلا یک فیلمه. موتیف گاو باید بگیری، مثلا شخصیتت از گاو الهام بگیری. شخصیتم باش. خیلی شخصیت با ابهتیه. یه دیالوگ رو با چند تا حس مختلف بگو. خب مثلا خودت انتخاب میکنی یا من؟ خب مثلا چی؟ کوتاه باشه. کوتاه، یک جمله که این رو با چند تا احساس مختلف بگی. بگو چیزی به ذهنت میرسه. نه خیلی ساده بخوام بگم. چرا این چای باید سرد باشه؟ نیست. بگو مثلا من چایمو تا نصف خوردم و یادم رفت ازش عکس بگیرم. باش. من چایمو نصف آره همینو بگو. خیلی خوب. یا چیز دیگه ای تو ذهنت میخوای بگی؟ نه خب من چایمو تا نصف خوردم ولی
یادم رفت عکس بگیرم. آره. چه جمله‌ای. چه محتوایی. به دوربین بگم؟ به دوربین بگو. خب باشه. تو حسا رو بگو من میگم. عادی. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. خب جدی بگو. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. تند بگو. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. عصبانی بگو. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. فسته بگو. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. حالا داری سر یکی داد میزنی. داد بزنم. داد واقعی نه ولی من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. ناراحت. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. نه خیلی غمگینی. اصلا از این اتفاق خیلی متأثری. ناراحتی. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. گریه کن. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. چرا اشکش در نمیاد؟ چون که من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. یه بار دیگه. من چایمو تا نصفه خوردم ولی یادم رفت ازش عکس بگیرم. حالا عکس بگیر. خاطر یه عکس؟ به خاطر یه چای تمام احساسات من رو ریختم. خب 2 سوالی که می‌خواستی از من بپرسی؟ چرا این حرفه؟ چون آدم نرمالی نیستم. میدونم. از کجا میدونی؟ میدونه. خب سوال بعدی؟ چون 10 ساله میشناسم. چرا اسم اینجا رو گذاشتی آناج؟ مفصله. کوتاش کن. آناج. آناج یه مرغیه که تخم میذاره. چرا باید یه مرغ تخم بذاره؟ خب ببین یه مرغی تو بهترین مرحله زندگیش، یعنی به شکوفایی که میرسه بهش تو بازار مثلا تو میخواستن بفروشنش هنوز اشک تو چشمات حلقه زده. آخه حالا 2 چیز مشکی میاد تا پایین. این که بخوان بفروشنش میگن مرغ آناشه، مرغ آناجه، یعنی با لهجه آناشه، یعنی چاقوشله است و اولین شکمشه که داره تخم میذاره و بکنم به خاطر اینه که میخوای ثمر بده زایش. بعد آنا چون چه حکم مادر، معنی مادر رو داره، بحث صداقت، سادگی و یه چیز امید دهنده است و مربوط به یک حاصلخیز بودن یک ایده است، یعنی میتونه بعد از اون اتفاق و اون اتفاق هم تو بزنگاه شکوفایی است، یعنی بعد از اون مرحله دیگه بالا بهش میاد. خیلی خوشحال شدم. شما باید بگیم. اجازم بدی؟ خیلی خوشحال شدم. ممنون از شما. خواهش میکنم. تحمل کردید این ریتم خیلی پایین منو و سوالهای خیلی خیلی فضولانه منو، ولی نه فضولی نکردم. واقعا خیلی دوست داشتم یک مصاحبه، یک گفتگوی ساده‌ای بشه. حالا امیدواریم باز هم بعداً در خدمتتون باشیم. از بچه‌های پشت صحنه خیلی تشکر میکنم، خیلی زحمت کشیدن. رفیق و همکار خیلی جدیدمون جمشید.
خب دیگه اینکه شیوا محمدی بازیگر قرار از این به بعد برنامه‌های این شکلی رو داشته باشیم. احساس میکنم که تو شیراز جای یک همچین برنامه خالیه تا زحمت یک سری افراد دیده بشه. ما هم این حرکت رو شروع کردیم، امیدواریم که به جای خوبی برسه و استقبال بشه. بعد از این دوستان دیگه و هنرمندان دیگه رو دعوت کنیم، گفتگو کنیم و خب با سوالای چالش برانگیزتر، چون خانم محمدی خورده از همون اول گفتن اهل دعوا و یه خورده تجربه دعواشون رو گفتن، ما ترسیدیم، ملو شدیم و خواستیم زیاد سوالای عجیب و غریب نپرسیم. نه استارتت با من بود، به همین خاطر یکم ملو بودیم و دیگه چون امروز هم چند تا برنامه داشتیم به خاطر همین خورده. بله. خیلی خوشحال شدم، خیلی خوشحال شدیم همه مجموعه ما. منم همینطور. خب چقدر خیلی خوشحال شدم. اشک شوق بریزید لطفاً. کافیه. متشکرم. منم خیلی خوشحال شدم از دیدارتون، از هم صحبتی باهاتون لذت بردم. بچهای عوامل پشت صحنه خسته نباشید میگم. همه چیز خیلی خوب بود. مرسی از پذیراییتون، البته که قبل از این پذیرایی شدیم. سرد بود؟ شربت چی دارم بگم؟ خب خواستم قندت نیفته. آره خوبه، اوکیه. تا وقت ما خندان شود پیشای خندان. اینو باید اولش میگفتم آخرش گفتم. بدرود. خدا نگهدار. خدا